بانک رشد آسیا گفت فروش евробондها برای بنیاد نیروگاه روغون اگر کاری درست هم باشد ولی برای اقتصاد تاجیکستان گران میافتد. پردیپ شریواستا و روز 28 فوریه در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه گفت بازگردانیدن فایزهای евробондها که برای تاجیکستان 500 میلیون دلار آورد آسان نیست. اما همساله باید تنها برای فایز آن از بودجه خود 35 میلیون دلار جدا کند. یعنی این قرض با فایز 7.1% گرفته شده است که برابر 1 از 16 حصه مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. ما می‌فهمیم که چنین شرایط برای تاجیکستان ناگزیر بود و در روند تصمیم گیری حکومت تاجیکستان در این باره چند مسئله دیگر نیز مطرح بود. بنابر افزایش یک باره قرض خارجی تاجیکستان بانک آسیایی رشد امسال به کشور قرض نمی‌دهد. نماینده بانک گفت امسال به تاجیکستان در حجم 160 میلیون دلار کمک به بازگشت می‌کنند. از جمله 90 میلیون دلاری آن برای ساختمان راه دوشنبه باختر و 45 میلیون دلار برای بهبود شبکه آبرسانی دوشنبه خرج می شده است. تحلیلگران میگویند نگرانی بانک آسیایی رشد اساس دارد. مسئله در سالهای 2008 وقتی که قرض تاجیکستان از همان اون وقت 40% از مجموع محصولات داخلی بالا شد و همان وقت بانک آسیایی رشد به دادن گرانت 100% یعنی گرانت گذاشته بود. بینید که در اینجا مسئله سری و یعنی پست رفتن سطح اقتصادیات کشور سری همین مسئله رفته ایستاده است. تاجیکستان سال گذشته اولین بار در تاریخ خود در بازارهای جهانی евробонд فروخت تا از حساب آن نیروگاه روغون را بسازد، اما قرض خارجیش به مرز 3 میلیارد دلار نزدیک شد. قرضی که میتواند اقتصادی ضعیف به مثل تاجیکستان را به ورطه ورشکستگی و یا دفالت اندازد.